الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به ما سؤال آمده است که منهج چیست و منهج اهل سنت و الجماعت را به ما بیان میکردید. بارک الله فیکم. منهج این یک راه رویش، همون راه و رویش که دین گرفته و آموخته و بیان کرده می شود، همون راه و رویش که به واسطه آن بنده به دینش عمل می کند و خود را به الله سبحانه و تعالی نزدیک می کند. همون راه و رویش که به واسطه همون یک انسانی که از اهل سنت و الجماعت است توحید را می آموزد، ایمان را می آموزد، منهج را می آموزد. منهج همون راه و رویشی که به واسطه همون منهج و راه و رویش یک عالم مردم را دعوت می کند. پس منهج ما چیست؟ راه و رویش ما در عمل کردن، در دعوت کردن، در عبادت کردن الله بالعموم، عموما در دینداریمون راه و رویش ما چگونه است؟ برادرانم و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، منهج ما، راه و رویش ما این قرآن و سنت با فهم سلف امت است. ما قرآن را و سنت را میگیریم، قبول میکنیم و همین قرآن و سنت را با فهم صحابگان، تابعین، کسانی که از صدر اسلام بودند، از قرون مفضله بودند، به فهم اونها میفهمیم، از پیش خودمون نمیفهمیم. منهج ما این است که میگوییم که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، زیاد و کم می شود و همین ایمان شکننده دارد. خیلی که طهارت شکننده دارد، وضو شکننده دارد، غسل شکننده دارد، روزه شکننده دارد، ایمان هم شکننده دارد، اسلام هم شکننده دارد، دین هم شکننده دارد. ای مسلمان با خبر باش که بناگاه دینت شکسته است، اسلامت شکسته است. بخبری شکننده اسلام هم به واسطه زبان است، به واسطه اعتقاد قلب است و به واسطه عمل جسم است. و همین شکننده اسلام به واسطه این چنین شک است. یک انسان به شرک واقع شد، پس اون مشرک است، برای اون که شرک اکبر جهل عذر ندارد. یک کسی الله و رسول را دشنام داد، پس کافر مرتد است. یک کسی استهزاء به دین کرد، کافر است، مشرک است، زیرا اسلامش شکست. یک کسی حکم به حکم غیر الله و رسول کرد، کافر است و مشرک است. یک کسی قانون برآورد، در پارلمان نشست و قانون مخالف قانون الله برآورد، البته که مشرک است. یک کسی حلال الله را حرام و حرام الله را حلال کرد، مشرک است. یک قسم خود را مسلمان گفت و اراده دموکراتیا کرد، اراده تطبیق حکم غیر الله کرد، البته مشرک است، اسلامش شکست. گرچنده که نماز میخواند، روزه میدارد، حج میکند. یک کسی خودش را ایشان گفت، خودش را سبحان الله ملا گفت، پیشوا گفت، اما دعوت به سوی شرک کرد، دعوت به سوی قبر پرستی کرد، دعوت به سوی استغاثه از قبر و از اولیاء و از درخت و از مقبره ها و مزارها کرد، مشرک است. هیچ اولیایی ندارد، او اولیای شیطان است. انمین منهجی ما اهل سنت و الجماعت است. ایمان داریم، اسلام داریم و این چنین شکننده داریم. منهج ما این است که لا اله الا الله دو رکن دارد. رکن اولش لا اله الحق، نیست معبود بر حق. اول انکار میکنیم، نفی میکنیم، ترک میکنیم، کفر بر طاغوت میورزیم. این رکن اولی لا اله الا الله است. انکار میکنیم الهایی که باطل است، بجز الله سبحانه و تعالی عبادت کرده می شود.
انکار میکنیم اندادها از چیزهای از این دنیا که ما را از الله دور میکند. انکار میکنیم اربابها، یعنی از این حاکمان، از این علما و از این کسانی که نه منهج یعنی قرآن و سنت را بلکه منهج خودشان را، منهج شرکی های خودشان را پیش میبرند. اینها را انکار میکنیم. اینها طاغوت ها هستند. انمین لا اله است. بنده مسلمان باید تو دانی که کلمه لا اله الا الله کلمه است که به خاطر همین عبادت شده ای، به خاطر همین خلق شده ای و به خاطر همین همچون بنده بارک الله فیکم در این دنیا خلق شده ای. باید معنای این کلمه را دانی. کفر به طاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت است. سبحان الله. الولاء والبراء این همه از رکن لا اله الا الله است. تکفیر مشرکین، تکفیر مرتد و کافرین و مشرکین، این از لا اله الا الله است. رکن اول لا اله است. رکن دوم الا الله، اثبات کردن الله، اثبات کردن الله به توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات. امروز هستند کسانی که الله را در ربوبیت اثبات کردند، اما در الوهیت الله را قسما اثبات کردند، قسما اثبات نکردند. به الله نماز میخوانند، به غیر الله هم سجده میکنند. به الله حج میروند، به الله روزه میدارند، اما باز دعا را از غیر الله میکنند. قبر را میپرستند. بین خود و بین الله واسطه میگیرند. میگویند که چگونه که به نزد پادشاه، به نزد یک پرزیدنتی در این دنیا بوده به واسطه رفته نمیشود، به نزد الله هم به واسطه قبر، به واسطه اولیا رفته نمیشود. استغاثه میگیرند. اینها مشرکانند، اینها قبوری هایند، عباد القبورند. و لا اله الا الله محمد رسول الله 7 شرط دارد. علم است که ضدش جهل است. باید تو وقتی که لا اله الا الله میگویی باید علم داشته باشی، معنای این لا اله الا الله را بدانی، دروکنش را بدانی. و انمین است علم، انمین است لا اله الا الله که نیست معبودی بر حق بجز الله است و محمد رسول الله است، بنده و رسول الله است. اونه که باید تصدیقش بکنی، اونه که باید سخنش را قبول بکنی، اونه که باید اطاعتش بکنی و سخنی هیچ کس را از سخن رسول الله پیش نگیری. سخنی ملای را، سخنی مذهبی را، سخنی کسی را از سخن رسول الله پیش نگیری. اما افسوس است که امروز سخن رسول الله گفته می شود، به عوض سخن رسول الله شعر گفته می شود. الله در قرآن گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت کنید، رسول الله را اطاعت کنید. اما امروز انسان ها بیت ها را میگیرند، مخالف قرآن و سنت سخن میکنند. حالا نمیدونند که این بیت را کی نوشته و صاحب این بیت مسلمان بود یا کسی دیگر بود. پس جاهل درباره لا اله الا الله نباشید. دومین شرط لا اله الا الله یقین است که ضدش شک است. سومینش محبت است که ضدش بغض است. چهارمینش صدق است که ضدش بارک الله فیکم کذب است. و پنجمینش اخلاص است که ضدش شرک است. ششمینش قبول است که ضدش انکار است. و هفتمینش انقیاد و عمل کردن است که ضدش بارک الله فیکم ترک است و اعراض است و اباحه است و تولی است. پس ای مسلمان، انمین است منهج اهل سنت و الجماعت. منهج اهل سنت و الجماعت به خودش اصول ایمان دارد که 6 تاست، اصول دین دارد که 3 تاست، ارکان ایمان قلبی قول قلب دارد که 6 تاست، ارکانی که ایمان به وجود آینده دارد که 5 تاست. پس بروید از این ملاها و از این طاغوتها و از این صوفیها و از این برادران رافضه و از این مشرکان بپرسید که کدامی از این را با خبرند و کدامش را میدانند؟ ندارند. پس این است منهج اهل سنت و الجماعت که قرآن و سنت به فهم سلف امت و همین را الله سبحانه و تعالی به ما امر کرد و هر کسی که به همین مخالفت برآید او در حقیقت گمراه است و به فتنه در دنیا گرفتار می شود که این گمراهی است، در دنیا گمراه می شود و در آخرت سبحان الله به عذاب علیم و دردناک گرفتار خواهد شد. الله سبحانه و تعالی می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه ان یصیبهم عذاب علیم. برحذر باشید ای کسانی که از سخنها و از فرموده های رسول الله سرپیچی میکنید، مخالفت به فرموده و سخنهای رسول الله میکنید، مخالف سخن رسول الله سخن میکنید و در رو بروی قرآن و سنت شعر میگویید و مخالف میبرید، احتیاط باشید که به همین عملتون
شما در این دنیا به فتنه گرفتار میشوید و در روز آخرت به عذاب علیم گرفتار خواهید شد. سبحان الله. ببینید صحابگان را، زنهای صحابه را که وقتی که یک سخن پیامبر را میشنیدند میگفتند سمعنا و اطعنا، و الله هم گفت صفت مؤمنان همان صفتی است که وقتی که شنیدند قال الله و قال الرسول را میگن که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم. دیگر چیزی نیست. انمین است منهج اهل سنت و الجماعت که قرآن و سنت را شنید، فهمید، چه که صحابه فهمیدند، بعد از این یگانه راهش اطاعنا است، باید اطاعت بکند. مخالف قرآن و سنت کار نکند، ضد قرآن و سنت بیت نآرد. الله میگوید، رسولش میگوید، شما میروید یک بیت را که یک الکگول گفته است، یک کدام گمراه گفته است، یا یک آدم خوب گفته باشد هم مخالف قرآن و سنت گفته است، شما نباید اطاعت به این بیت ها بکنید. الله ما را امر کرد که ای انسان ها آدم پرست نباشید. هیچگاه شما یک انسان آدم را که بعد از پیامبر آمده است از پیامبر بالا نگیرید. سخن یک آدم را، یک انسان را، یک شاعر را، یک عالم را از سخن الله و رسول پیش نگیرید. این شکننده اسلام است، این کفر است، این شرک است. سخن یک کس را برابر سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن جایز نیست. سبحان الله. پس امروز به چقدر انسان ها سخن پیامبر میرسد؟ امروز چقدر مسلمان های هستند که به اونها آیت قرآن میرسد، سنت صحیح میرسد، اقوال صحابه و منهج صحابه میرسد، اما اونها میگن که ما 4 بیت داریم، 2 بیت داریم، بیت ما میگوید، علمای ما میگوید، پیشوای ما میگوید، مذهب ما میگوید. این همه البته که غلط است، این همه تقلید مذموم است و این تقلید حرام است. وقتی که قرآن و سنت را فهمیدی به تو واجب است که به قرآن و سنت اطاعت بکنی. الله همین را به تو امر کرده است. ای بنده ای الله میگه ما نهاکم و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی که رسول الله به شما آورد بگیرید، اطاعت بکنید. هر چیزی که امر کرد اطاعت بکنید و هر چیزی که نهی کرد باز ایستید. اولین بزرگترین نهی رسول الله این دور شدن از شرک و کفر بود، از سخنهای شرکی و کفری، اعتقادهای شرکی و کفری، عملهای شرکی و کفری. و بزرگترین امر رسول الله امر کردن به توحید بود. توحید قولی، توحید عملی، توحید اعتقادی، همه نمود توحید باید به جا آورده شود. این است منهج ما، این است منهج اهل سنت و الجماعت که قرآن و سنت منهجی با فهم صحابگان. هر عالمی که بهترین عالم است، نور دیده تاج سر است، احترام میکنیم. اما وقتی که سخنش مخالف قرآن و سنت آمد، وقتی که سخنش مخالف سخن صحابگان آمد، ما میگیم که خطا کرده است. اگر در مسائل اصول نباشد خطا کرده است. اما وقتی که الله و رسول شرک را حرام میکند، یک کسی بگوید شرک جایز است، این را میگه مشرک است و مرتد است. از همین جهت است که ما میگوییم که صوفی ها از اهل سنت و جماعت نیستند، اشعری ها و ماتریدی ها از اهل سنت و جماعت نیستند، زیرا که اینها لا اله الا الله محمد رسول الله را نفهمیدند، زیرا که اینها ملت ابراهیم حنیف را نفهمیدند، زیرا که اینها دو رکن لا اله الا الله و شرط و شروطش را نفهمیدند، اینها توحید الوهیت را نفهمیدند، تا به حال عباد القبورند. و امروز بسیار است از علمای تاجیکستان که اگرچه شرک صریح را نمی کند اما مخالفت های زیاد به قرآن و سنت دارد. رافضه را برادر می گوید، در رو بروی طاغوت سخن نمی کند، طرفدار طاغوت است، حجاب را من کرد، آشکار حجاب از ما نیست گفت. از این ملاهای تاجیکستانی که ایشان ها هست و حاجی ها هست و دیگر ها هست، کدام از اینها برآمد و این کار کرد که این کاری حجاب کفر است و همین طاغوت کافر مرتد است؟ نه، برعکس اینا گفتند بله حجابتون رو بکشید بگردید، به اون وریثیت ها رو بکشید بگردید. این صوفی هستند که این سخن رو گفتند. سبحان الله. بله یک وقتی میگفتند، امروز نمیگویند. شریعت اینا موافق حاکم است، حاکم من کرد اینا هم من میکنند.
همین ها هستند که منهج اهل سنت و الجماعت را نمیدانند و جاهلند و 30 سال در بالای منبر دعوت کردند، به مردم حقیقت را نرسانیدند. یک چند هفته پیش سخن حاجی میرزا را گوش کردم که میگوید در حقیقت میگوید اکنون فهمیدم که تاجیک‌ها گوسفند بودند. بله، همین علمایی که شما دوستش می‌دارید شما را گوسفند میگند. ما میگیم که حاجی میرزا و همین ایشان ها بودند که مردم را گوسفند کردند، توحید را نرسانیدند، آدم پرستی را رسانیدند، طاغوت پرستی را رسانیدند، شاعرای این صوفی پرستی را رسانیدند. مگر علما تاجیک دیگر علما ندارد؟ مگر امام بخاری تاجیک نبود؟ امام مسلم مگر فارس نبود؟ مگر ترمیزی فارس نبود؟ از همین ترمیزی که تاجیک بود. نسائی ابن ماجه مگر فارس نبود؟ مگر امام تبری فارس نیست؟ مگر عبدالله ابن مبارک فارس نیست؟ مگر محمد ابن سیرین؟ سبحان الله، شما چه ها میگید؟ مگر ابن منذر؟ تمام بزرگترین علمای کباری که در این امت ما وجود دارد، سلف این امت است، اینها ببینید که از فارس هستند، اکثری اونها از فارس هستند. پس ما میگوییم که ما علمای فارس و تاجیک را احترام میکنیم، همان علمایی که حقیقت گو بودند، حقیقت را گفتند و قرآن و سنت را به فهم صحابه بیان کردند، بمانند بخاری، مسلم، تبری، ابن ماجه، نسائی، ترمیزی، ابو داود، عبدالله ابن مبارک و غیره، زیادی از اونها. اینها دین را به واسطه قرآن و سنت به منهج سلف امت رسانیدند. ما اینها را قبول داریم و سخن همینها را امروز به شما میگوییم. اما کمونیست لعین آمد، این لشکر کفار آمد، این بیچاره مسلمان های تاجیک را از این علما دور کرد. بجای این علما دیگر شاعرها را آورد و بجای این علما صوفی ها را آورد. این صوفی ها امروز مخالف منهج بخاری هستند، مخالف منهج تبری هستند، مخالف منهج این قرآن و سنت هستند. این صوفی هایی که امروز در تاجیکستان هستند تمامش، این ماتوریدی ها، این اشعری ها، مخالف ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. عقیده ابو حنیفه رحمت الله علیه 100% به ضد این طاغوت پرستان است. امروز حکومت تاجیکستان برآمده است، گفته است ما سلفی ها را ترمه میکنیم، منهج ما یا که بگیم مذهب ما ابو حنیفه. صدقه بشوید شما کذابان، دروغگویان، تهمت کنندگان. ابو حنیفه رحمت الله علیه از شما بیزار است. ابو حنیفه حکومت طاغوتی شما را صدها هزار بار تکفیر کرده است، شما را، لشکر شما را کافر میداند. شاگردان ابو حنیفه، محمد ابن الحسن الشیبانی، یعقوب ابن ابراهیم، یعقوب ابن ابراهیم، یوسف، ابو یوسف، اینها شما را تکفیر میکنند ای حکومت دموکراتی طاغوتی. و ای صوفی ها، ای ماتوریدی ها، شما هم بدانید که شما مخالف ابو حنیفه هستید. به نام ابو حنیفه مردم را فریب میدهید. منهج ابو حنیفه، اون دینداریه که ابو حنیفه داشت، اون عقیده که ابو حنیفه داشت، اون منهج راه و رویش حجت که ابو حنیفه داشت، قرآن و سنت به فهم سلف امت بود. مخالف شما بود. بله، ابو حنیفه هم انسان است، ابو حنیفه هم خطا کردند. ما منهج داریم که غیر از پیامبر دیگه همه خطاکار است. خودی پیامبر گفتند که کل بنی آدم خطا و خیر خطائین التوابون. هر یک فرزند آدم خطا میکند. ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل خطا کردند. جایی که خطا کردند ما اینها را قبول نداریم، جایی که خطا نکردند اونها را قبول داریم. یعنی همان جایی که قرآن و سنت را موافق هستند قبول داریم، مخالف هستند قبول نداریم. و این عیناً سخن پیامبر است و همین وصیت ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل است که گفتند به قرآن و به سنت سه پیرو بشوید. اگر سخن ما مخالف سخن قرآن و سنت باشد به او پیرو نشوید، آدم پرست نشوید، انسان پرست نشوید. اما امروز میبینید که چقدر تاجیک بچه ها، چقدر جوان ها سبحان الله بیچاره است، نمیفهمد، کورکورانه پیروی از این پیشواهایش میکند که عاقبتش گمراهی است. این پیشواها را به خودش رب گرفته است. اگر حاجی میرزا مخالف قرآن و سنت سخن بکند قبول است. به این بچه ها ما میگوییم، به این جوان ها میگوییم که الله و رسول میگوید. بعضی از این صوفی جوان ها میگن که حاجی میرزا میگد، ایشان نوریدین میگد. آیا حاجی میرزا و ایشان نوریدین صحابه است؟ نیست. تابعین است؟ نیست. پیامبر است؟ نیست.
پس کی است که این مقابل دین می ایستد؟ پس کی است که مقابل تابعین، صحابه و تبع تابعین است؟ وقتی میگیم که خطا کرده است، بگویید خطا کرده است. ما اونها را که دشنام نکردیم، گفتیم خطا کرده است. این دین دین الله است. شما را گون گزیدند، شما را فریب دادند، به شما درباره توحید صحبت نکردند، شما را غلام کردند و شما را گوسفند میگویند. انا اینها هستند. شما را به طرف رافضه بردند، شما را به طرف قبر پرستی بردند، شما را به غضب الله بردند. اینها بودند که در بالای منبر نگفتند و اینها امروز هم نگفته ایستادند. و منهج صحیح، منهج اهل سنت و الجماعت که قرآن و سنت به فهم سلف امت است، این را سبحان الله تهمت میزنند به سلفی، به ارهابی، به تروریست، به فناتیک و به غیره. پس بارک الله فیکم. الله میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. پس بدانید که یک قسم از یهود و نصارا مشرک شدند. سبب شرکشان این بود که علمای خود را، پیشواهای خود را رب گرفتند، سخن اونها را از سخن الله و رسول پیش دانستند. شما هم به این شرک طاعت واقع نشوید. شما هم سخن الله و رسول را به یک طرف گذاشته به سخن این عالم ها نروید. سخن این عالم ها را از سخن الله و رسول پیش نگیرید. اینها هم انسان هستند، بشر هستند، خطاگی میکنند. عقیدهشون هم دیدید که ماتوریدی است. ابو منصور ماتوریدی مخالف عقیده ابو حنیفه رحمت الله علیه است. آشکار در مسئله اسما و صفات ابو حنیفه در دیگر مذهب است. ابو حنیفه مذهبش قرآن و سنت است. ابو منصور ماتوریدی مذهبش فکر خودش است، فلسفه است. مذهبش اشعری است، ماتوریدی است، کلابی است و در دیگر مسائل. پس بارک الله فیکم. من به شما ای مردم تاجیک، ای مسلمان های تاجیک، گفتنی هستم که نجات مسلمان ها فقط در قرآن و سنت با فهم سلفی امت است. دیگر راه ندارد. شما چی کار میکنید بکنید، چی داد و فیغان میکنید بزنید، هر سخنی که میخواهید بگویید، هر دشنامی که میخواهید بزنید، به ما فرق ندارد. لیکن حقیقت همین است که نجات در قرآن و سنت با فهم سلفی امت است. و قرآن و سنت فهم سلفی این امت میگوید که کفر به طاغوت اصول دین است، توحید اصول دین است، توحید اصول ایمان است، کفر به طاغوت اصول ایمان است، الولاء و البراء اصول ایمان است. شما باید بیاموزید، پیروی از سخن حق بکنید، خودتان را به دست خودتان به هلاکت نرسانید. بدانید که الله میگوید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نسلیه جهنم و ساءت مصیره. هر کسی که مخالفت میکند به رسول الله، مخالفت میکند به منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخالفت میکند به قرآن و سنت، مخالفت میکند به منهج مؤمن ها، به منهج صحابگان، بعد از اینکه حق را میفهمد، حق را فهمید، دانست، قرآن و سنت به او رسید، اما باز مخالفت میکند، سخن یک ایشان را، ملای را پیش میگیرد از قرآن و سنت، چرا که او آدم پرست است، چرا که او قوم پرست است، چرا که او ملت پرست است، وطن پرست است. از همین جهت سخن غیر الله و رسول را بالاتر از سخن الله و رسول میداند. مخالفت به قرآن و سنت و منهج صحابه میکند، بداند که الله نولیه ما تولی و نسلیه جهنم، اینا به جهنم میاندازیم و ساءت مصیره، به نهایت بازگشتی بد است. یعنی جای این چنین انسان جهنم است. این شکننده اسلام است که وقتی که به تو قرآن و سنت گفته می شود، تو میگویی که برو، امام من، مذهب من دیگر چیز میگوید. آخر امامت قرآن را نفهمیده باشد، سنت را نفهمیده باشد یا خطا کرده باشد، مگر تو هم مثل همون اعوذ بالله به گمراهی خودت را میزنی. امامت به آتش زند، خودت را به آتش میکشی. احتیاط باشید. بله قسمی از اونها 30 سال 20 سال دعوت کردند، لیکن عبرت به قرآن و سنت است. باید به قرآن و سنت نظر بکنید.
به هیچ کس نه، به قرآن و سنت. دین فقط به قرآن و سنت و فهم سلف امت سنجیده می شود، نظر کرده می شود، قیاس کرده می شود و دیگر انسان ها درست یا نادرست بدنشون فهمیده می شود.